دوستان عزیز، این علفزار و باغ دیگه است که برای شما ویدیو میگیرم. اینجا درخت زردآلو است، برگ کرده. ببینید دوستان، درخت های توت و درخت های زردآلو برگاشون بزرگ هست. ببینید این درخت انار هست، برگاش زرد شده، یه ذره از سردی هوا اینا زرد شده. ببینید این درخت انار هست، اینجا درخت زردآلو. ببینید این یکی درخت سیب هست دوستان. ببینید این درخت سیب هست. ببینید همه جوب ها همه جا علف شده. ببینید چقدر قشنگ سبز هست این جوبا. این درخت زردآلو است. چقدر قشنگ، چقدر زیبا، سرزندگی و تکاپوی درخت و سبزه در نوروز همه جا خودشون نشون میده و همه در فکر رشد و تکاپو هستن. این گیاهان سبز، درخت ها همه سبز و قشنگ شدن. این درخت زالزالک هست، این هم برگاش سبز شده دوستان. من از اینجا میرم داخل او یکی باغ دیگر که جوهاش بزرگ شده. از این باغ میرم تو باغ دیگر. این باغ ها همه نگاه کنید، این درخت های کاج اینجا جوبه. نگاه کنید این درخت کاج هست دوستان. باز این جوها و گندم هاش چقدر بزرگ شده. اینا 10 روز پیش کوچولو بود، 20 روز پیش کوچولو بود، کوتاه بود. الان هوا گرم شده، رشدش زیاد شده. درن تو هوا گرم رشد گیاه بیشتر می شود دوستان. اینجا ببینید جوب آب هست، ریشه درختان آب چون از اینجا زیاد رد میشه. ببین ریشه درختان همه از خاک آمده بیرون. ببینید ریشه درختان از خاک آمده بیرون، لخ شده. ببین این جوب آب هست. ببینید و لذت ببرید. ببینید از این سبززارها، از این باغ‌های قشنگ و زیبا و کیف کنید و لذت ببرید. چقدر قشنگ، چقدر تجلی قدرت خداوند پاک. ببینید در گیاهان پیداست تجلی و قدرت الله پاک. ببینید اینا چقدر قشنگ، چقدر زیبا. خداوند پاک همه چیز را به زیبایی و خوبی آفریده است. این درخت توت هست دوستان. ببین اینجا جوب هست، جوب ها همه سبز است. ببین همه علف داره. اینا جو و گندم هست. من میرم دوستان تو یکی باغ دیگر. از این دیوار و از اینجا رد میشم. اینا همه باغ همسایه ها هست دوستان. همه قوم و خویش هستیم، همه مال دوستان و قوم و خویش ها هست. به همون خاطر من تو باغ ها میرم، چون مال دوستامون هست، مال اقواممون هست. من میرم. ببینید از این باغ به این باغ میرم، به خاطر که مال دوستان عزیز و اقوام عزیزمون هست.
اونجا هم یک باغی هست دوستان. ببینید